آغوش‌هایی وجود دارند که بعد از کافی بودن پایان می‌یابند. آغوش‌هایی وجود دارند که ما را در خود فرو می‌کشند و به نوعی برای همیشه تصمیم به ماندن می‌گیرند. آغوش‌هایی که می‌مانند و ما را انتخاب می‌کنند، نه به این خاطر که حالمان خوب نبود، بلکه آنها نوری در ما دیدند. هدایای یک زندگی زیبا، رواندازهای گرم در سرما که جسم را لمس می‌کنند اما درون را غرق در گرما می‌کنند. وقتی آغوش زمزمه می‌کند. رمانی دلچسب درباره تغییرهای غیرمنتظره، کشف دوباره اشتیاق و تانگو. نویسنده دیمیتریس برونوفسکی. مترجم تانگوتاستیک. حق چاپ و حق ترجمه این کتاب به زبان فارسی توسط نویسنده به صورت حقوقی به آکادمی آموزش رقص تانگوی آرژانتینی تانگوتاستیک واگذار شده است. تقدیم به جامعه تانگو. این کتاب را به جامعه تانگو هدیه می کنم. تو شادی، دوستی، عشق، خانواده، سفر، لبخند و لحظه های فراموش نشدنی را در زندگی من برمغان آوردی. امیدوارم دیگران نیز با کشف بیشتر آنچه که برای ارائه داری، هرچه بیشتر از این نعمت‌ها بهره مند شوند. جامعه تانگو از انسان‌های شگفت‌انگیز بسیاری شکل گرفته است که همیشه آماده در آغوش گرفتن، کمک کردن و حمایت دیگری هستند. افراد بسیاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم کمک کردند تا رویای نوشتن این کتاب به واقعیت تبدیل شود. از تک تک این افراد سپاسگزارم که به هدف من برای جذب انسان‌های بیشتر به جامعه تانگو ایمان داشتند. سخن مترجم. اولین قدم من به دنیای تانگو تنها به یک دلیل، آن هم علاقه به یادگیری رقص اتفاق افتاد. اما این قدم تنها یک آغاز برای سفری بزرگ و البته بی انتها به این دنیای سحرانگیز بود. دنیایی که در آن میتوان ورای کلمات با روحی دیگر سخن گفت، درس‌های بزرگ گرفت و حتی آنچه به عنوان نیمه گم شده از آن تعبیر می شود را پیدا کرد. 100 آغوش برای یافتن یکی. قطعاً بزرگ شدن در خانواده‌ای که همیشه با روح خود دوست و مهربان بودند و سعی کردند تا در مسیر زندگی خواسته های قلبی و رهایی اندیشه و روح را سرلوحه قدم‌هایشان قرار دهند، تأثیر بسزایی در نقطه شروع زندگی من در این دنیای فانی داشته و باعث شده است تا همواره خود را در نقطه شروعی ببینم که در تمام لحظه ها برایم یک قدم جلوتر از آنچه باید بوده است. داشتن مادری که زندگی را چه تلخ و چه شیرین با رنگها، انحنای خطوط و حرکت قلمو روی بوم به شکلی ظریف تفسیر می کرد و کلماتش حتی از این موارد هم نافذتر، مطمئنتر و عمیق‌تر بودند. داشتن پدری که بازی انگشتانش روی سیمهای سازش، لالایی شبها و زنگ بیداری صبحهایم بوده است و خالصانه تجربه زیستش از زندگی را برایم با جملات کلیدی بازگو می کند. شیطنت‌های کودکانه قلب‌های بزرگشان همه از من روحی بلند پرواز ساخته است که زمزمه هنر موسیقایی، زیبایی بصری و هر آنچه مرتبط است در هر گوشه‌ای مرا به سمت خود می‌کشاند. زندگی در نقطه جغرافیایی اکنون که تمام آنچه گفته شد را تابو و پلید می‌داند، انگیزه‌ای شد که تمام ابزار ممکن مانند ترجمه این کتاب را برای ترویج آنچه زیسته و احساس کردم، تمام آن جادویی که دنیایم را رنگین‌تر و دلچسب‌تر کرده است، به کار بگیرم
تا این جادو قلب‌های بیشتری را لمس کند و به آنها جان تازه ببخشد. جادوی تانگو مرا با روحی زیبا که هرگز به ملاقاتش امیدی نداشتم آشنا کرد و او نیز در این مسیر تبدیل به بزرگترین حامی من بعد از پدر و مادرم شد. کسی که همراهم رویاهای بزرگی در سر می‌پروراند و در مسیر محقق کردن این رویاها قدم‌های محکم برمی‌دارد. در این لحظه به خاطر داشتن فرصتی که برای زندگی به من داده شده، داشتن پدر و مادرم که ارزشمندترین داراییم هستند و او که با روحم یکی شده است. همچنین برای داشتن رفیق عزیزی که همیشه خالصانه دوستی و خواهری را به معنای واقعی کلمه در حقم ادا کرده است. شادی و غم مرا شادی و غم خودش می‌داند. خط متقاطعی که آنچه باید را در یک نقطه با من به اشتراک دارد، خالصانه شکرگزارم. فصل اول. وقتی آغوش زمزمه می کند. موبایل سارا روی میز قهوه خوری لرزید و نگاهش را از منظره بارانی دوردستی که از پنجره نمایان بود گرفت. عکس مارک روی صفحه نمایش گوشیش با یک دکمه بزرگ سبز رنگ که آماده کلیک کردن بود نمایان شد. سارا جرعه‌ای از قهوه لاته‌اش نوشید و دوباره به بالا نگاه کرد. ضربه های محکم قطره های باران بر شیشه پنجره گویی بیقراری افکار او را منعکس می کردن. زمانی که یک نوجوان بود، عادت داشت هنگام بارش باران از خانه بیرون بزند و به پیاده روی برود. مادرش هرگز بابت لباسهای خیس یا کفشهای گلیش شکایتی نمی کرد. او همیشه با لبخند می گفت وسایل خونه برای اینن که ازشون استفاده کنی. وقتی سارا به خانه باز میگشت، مادرش با لبخند از او استقبال کرد و از او میخواست که کفش‌های گلیش را در ورودی خانه در بیاورد. مادرش میگفت جای کفشای خیس توی خونه نیست. حالا برو یه دوش گرم بگیر پرنسس. به هر حال امروز افکار او در گذشته نزدیکتر از این خاطرات لنگر انداخته بود. ماجرا از 5 سال پیش، کمی بعد از تولد 33 سالگیش، با آتشبازی احساسات و شادی زیادش شروع شد. ماه‌های اول او و مارک با قطارها و اتوبوس‌های ارزان سفر می‌کردند. در پارک پیکنیک می‌کردند و به پیاده‌روی‌های طولانی کنار ساحل می‌رفتند. بعد از مدتی کوتاه برای صرفه‌جویی در امور مالی خیلی زود همخانه شدند. گفتگوهایشان حول محور زندگی، رویاها و بچه‌دار شدن می‌چرخید. آنها حتی در این مورد نیز صحبت کرده بودند که سارا شغل بی‌ثمرش را برای انجام کاری که بسیار برای آن مشتاق بود اما هنوز نمی‌دانست دقیقاً چه کاری ترک کند. هرچند که او به تازگی در شغلی که قصد ترک کردنش را داشت ارتقا گرفته بود و این ارتقا به معنی پول بیشتر، زمان کمتر و آدم‌های بیشتر برای راضی کردن بود. با تبدیل شدن ماه‌ها به سال‌ها، هیجان اولیه شروع به محو شدن کرد. او نمی‌توانست آخرین باری که با هم کاری غیر منتظره یا جدید انجام دادند را به یاد بیاورد. مشکلات مالی دیگر فشار نمی آوردند که همش به خاطر مارک بود. آنها حالا خانه جدید و با شکوهی داشتند که مارک آن را بر اساس طراحی‌های خودش ساخته بود. با یادآوری اینکه مارک چگونه از خانه جدیدشان رونمایی کرده بود، لبخندی گوشه لب سارا نقش بست. یادش آمد که با هم به محله جدید رفتند و مارک از او خواست تا چشمانش را ببندد. سپس با دقت او را راهنمایی کرد تا از پله ها بالا بروند و به محض ورود به خانه او را به اتاقی راهنمایی کرد.
سپس دستهای او را به سمت یک میز هدایت کرد و سارا صدای جسمی فلزی را شنید که روی میز جلویش گذاشته شد. با انگشتانش آن را لمس کرد و روکش صاف و مات آن را به همراه چند برش تیز در امتداد لبه‌اش حس کرد. چشمانش را باز کرد و نگاهش به کلید افتاد. مارک با صدای آمیخته با هیجان گفت: با آیندمون خوش اومدی. سارا در حالی که به اطراف نگاه می‌کرد دهانش باز مانده بود. در قلب آشپزخانه یک جزیره مرمر سیاه براق و شیک بود که زیباییش به عنوان بار صبحانه 2 برابر می‌شد. آشپزخانه با عناصر هنری و مدرن مزین شده و سارا با وسایلی که همه به رنگ سفید براق بودند احاطه شده بود. در ابتدای زندگی در آن خانه ساعتها در آنجا با هم آشپزی می‌کردند و به صرف وعده‌های غذایی در کنار هم می‌نشستند. سارا با عجله بیرون رفت. آنجا خانه‌های 2 طبقه با نمای آجرهای قرمز در خیابانی پر از درخت‌های سرسبز بود. مارک پشت سر او گفت: 7 درخت سمت راسته و تو میتونی خارج از خط چمنا درست سمت چپ باغچه گل بکاری. فضای زیادی واسه این کار نداریم چون اگه گلای زیادی بکاریم چمن درست با خط دیوار هماهنگ نمیشه. سارا در حالی که به یک تاب کودک در کنج فضای بیرونی خانه‌اش اشاره میکرد پرسید: اون وقت این چیه؟ مارک با لبخند پاسخ داد: اون برا بعده. سارا نگاهش را به بالا آورد و او را محکم بغل کرد. مارک گفت: هی هر چیزی به وقت خودش. آنها به داخل برگشتند. اتاق نشیمن دنج بود و پنجره‌های بزرگی داشت که اجازه میداد نور طبیعی کافی داخل بیاید. در طبقه بالا اتاق خواب به یک تخت خواب 2 نفره سایز بزرگ با تشکی بسیار نرم و ملحفه نخی ارگانیک مزین شده بود. همخوانی زیادی با دیوارهای آبی و پنجره بزرگ اتاق که رو به فضای سبز بیرون باز میشد داشت. اتاق کناری به رنگ‌های پاستیلی با یک تخت نانویی کودک مزین بود که هنوز پلاستیک آن باز نشده بود. از آن زمان تا به امروز چیز زیادی تغییر نکرده است. سارا می‌خواست گل‌ها را در جای متفاوتی بگذارد، اما مارک همیشه آنها را به جایی که برایشان تعبیه کرده بود برمیگرداند. اتاق‌ها مانند روز اول باقی مانده بودند و خانه توسط نظافتچی که سامانتا نام داشت بکر و تمیز باقی مانده بود. تاب و تخت بچه نیز استفاده نشده بود. فکر کردن به این موارد حسرتی بی‌پایان را در دل سارا برمی‌انگیخت. هرچند که یک چیز تغییر کرده بود. مارک از اتلاف وقت متنفر بود و از آنجا که آنها توانایی مالیش را داشتند، اکنون آشپزخانه بیشتر به عنوان مکانی برای دریافت غذاهای آماده‌ای که از بیرون سفارش می‌دادند مورد استفاده قرار می‌گرفت. خانه آنها بسیار آرامبخش و راحت بود. از همان خانه‌هایی که دوستان و آشنایان دلشان می‌خواهد داشته باشند. سارا در حالی که جرعه‌ای دیگر از قهوه‌اش را می‌نوشید، لرزش تلفن همراهش را نادیده گرفت. نگاهش را به سمت تصاویری از ماجراجویی‌های صاحب کافه که روی دیوارها جلب توجه می‌کرد بود. روی دیوار تصاویری از بالون سواری بر فراز کوه‌ها، رقصیدن در اتاقی کم نور با زنی در لباس قرمز، تمام کردن یک ماراتون در استادیومی باستانی، دیدار از بازار رنگارنگ ادویه‌ها و تماشای یک نمایش فلامنکو را دید. او به عکس‌ها خیره شد. کاری که قبلا بارها انجام داده بود و با این کار در احساس و خیال بودن در چنین زندگی غوطه‌ور می‌شد. تردی و خشکی هوای سرد کوهستانی، سمفونی سر و صداها، هیاهوی بازار و هیجان کاوش در خیابان‌های ناشناخته. با وجود همه اینها، عکس لباس قرمز بود که بیش از همه در او طنین انداز شد. حرکت سیال رقصنده با لباسی همچون یک آبشار زرشکی که خودش را در قلب سارا حک کرده بود و احساساتی را در او برمی‌انگیخت که نمی‌دانست دقیقاً چه اسمی روی آن بگذارد، اما همیشه دلش می‌خواست که آنها را تجربه کند. توجهش دوباره به عکس مارک روی صفحه لرزان گوشیش جلب شد. به قامت بلند و لاغر او در عکس نگاهی کرد. موهای تیره و مرتبش که گاهی اوقات کمی ژولیده بودند به جذابیت گاه و بیگاهش می‌افزود.
البته چشمای قهوه‌ای با مژه‌های بلند مارک بود که سارا را عاشق خود کرده بود. بسیاری از زنان برای داشتن چنین مژه‌های خودشان را می‌کشند. او در صندلی‌اش کمی جابجا شد. نفس عمیقی کشید، چشمایش را بست و دکمه سبز مصر را لمس کرد. مارک پرسید: بعد موقع زنگ زدم؟ سارا جواب داد: هیچ زمانی برای صحبت کردن با تو بد نیست. کار چطور بود؟ دوباره با مدیرم دعوا کردم. اصلا حاضر نیست هیچ کدوم از پیشنهادهای منو قبول کنه. اصلا درک نمی کنم هدفش از سپردن کار به من چیه، اونم وقتی که نمیذاره در مورد جزئیاتش تصمیم بگیرم. واقعا وحشتناکه، متاسفم که اینو میشنوم. توی خونه بیشتر در موردش برام بگو. راستی باید یه چیزی در مورد سفرمون بهت بگم. فعلا نمیتونم به این سفر بیام چون کارهای زیادی دارم که باید انجامشون بدم. بهتره یه وقت دیگه به این سفر بریم. یک زمان دیگر. دست آزاد سارا طوری جابجا شد که انگار میخواست روی میز جلویش ضربه بزند. ناگهان متوجه برخورد دستش با چیزی شد و چشمایش را باز کرد. قهوه‌اش روی زمین و کفش‌هایش ریخته بود. مارک ادامه داد: میتونم برای جبران فردا شب به شام دعوتت کنم؟ رستوران مورد علاقم یه آشپز مهمون دعوت کرده که 3 ستاره میشلن رو داره. مطمئنم که عاشقش میشی. سارا با صدایی صاف در حالی که بیهوده و آرام به قهوه ریخته شده روی میز ضربه میزد جواب داد: کی به 3 ستاره میشلن میتونه نه بگه؟ مطمئنم که عاشقش میشی. لطفاً موقع برگشت سر راهت اگه یه شیشه شراب سال 2016 بود بخر. خیلی زود میبینمت. سارا موبایلش را قفل کرد. آن را رو به صفحه نمایش گوشی روی قسمتی از میز که تمیز بود قرار داد. در حالی که سعی میکرد لکه‌های قهوه را از روی کفشش پاک کند با صدای آهسته گفت: کی به 3 ستاره میشلن نمیگه؟ سارا میدانست که مارک سخت کار میکرد تا بتواند یک زندگی راحت و آرام را برای او مهیا کند. او زندگی را ساخته بود که سارا با حقوق خودش نمیتوانست حتی تصور داشتنش را هم بکند. او در کنار مارک امنیت داشت. هیچ مردی کامل نیست، اما او احساس میکرد مارک تا حد بسیار زیادی به کامل و ایدئال بودن نزدیک است و منظور میزانی از کامل بودن است که یک زن در حال نزدیک شدن به سن 40 سالگی از یک مرد انتظار دارد. سفر کردن، بچه‌ها و رویاها می توانستند 1 سال دیگر هم صبر کنند. همینقدر کافی است. سارا نگاهی به کفشش انداخت. با خودش فکر کرد که کفش را به اندازه کافی تمیز کرده است و باقی آن با باران در راه برگشت تمیز خواهد شد.